بریم سراغ آموزش انیمیشنی، تصویری، کارگاهی و اجرای شمع‌ها یا همون پیهای عمیق مطابق مبحث هفتم و نهم مقررات ملی ساختمان. هر زمان خاک پروژمون سوس باشه و احتمال نشست ساختمان وجود داشته باشه، باید زیر پیهای سطحی پی عمیق یا شمع اجرا کنیم. روش ساخت: ابتدا زمین رو حفاری می‌کنیم به عمق مورد نظر، به قطر مورد نظر و درون اون چاه‌ها میلگردهایی رو که بافتیم قرار میدیم. سپس بتون رو تزریق می‌کنیم و چاه رو با بتون پر می‌کنیم. حالا پیما تمام شده و روی اون میایم یک پی سطحی اجرا می‌کنیم. پیهای سطحی که به صورت منفرد، نواری یا شبکی اجرا خواهند شد. حالا اینا الزامات مبحث هفتم بود که قطر اون چاه چقدر باشه، عمق اون چاه چقدر باشه یا فاصله شمع‌ها از همدیگه چقدر باشه. میریم سراغ مبحث نهم: اطلاعاتی در رابطه با میلگردهای طولی که نمرش چند باشه، چه نوعی باشه و فاصله میلگردهای طولی از هم چقدر باشه یا تعدادشون چقدر باشه رو از مبحث نهم استخراج می‌کنیم. و همچنین اون میلگردی قرار به دور میلگردهای طولی پیچیده بشه، همونجوری که توی تصویر می‌بینید که باید یک میلگرد